این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن، اینها یا الفبای سیاست را بلد نیستن یا الفبای غیرت را بلد نیستن. یکی از این دوتاست. در حالی که دشمنی اینجور اخم میکنه، اینجور متکبرانه حرف میزنه، اینجور به ملت ایران اهانت میکنه، تصریح میکند که میخواهد علیه این نظام و علیه این کشور و منافع این کشور اقدام بکنه، یه عده‌ای بنشینن اینجا ذلیلانه زبونانه که ببینیم حالا چه کار کنیم، بریم نریم، نزدیک بشیم، با ایشون صحبت کنیم، درخواست کنیم، خواهش کنیم. این اهانت به غیرت مردم ایران و اهانت به عزت مردم ایرانه. این نشانه بی‌غیرتی است، این سیاست مداری نیست. سعی میکنن یک رنگ و لعابی از فهم سیاسی به کار خودشون بدن. نه، این درست ضد فهم سیاسی است.